سلام بچه‌ها، چطورید؟ من اکتیو هستم. به ویدیو خوش اومدید. آقا امروز اومدیم بازی رزیدنت ایول 4 ریمیک پارت 14 هستش. بچه‌ها قبل از شروع ویدیو اگه کانال ما رو ساب ندارید سابسکرایب کنید، لایک کنید، زنگوله رو بزنید تو ویدیو جدید با خبر بشید. و کانال تلگرام هم داریم. آقا اگه کانال تلگرام هم حالا دنبال ندارید، کانال تلگرام لینکشو تو توضیحات میذارم، بزنید. کانال تلگرام هم دنبال کنید، چیز خاصی هم نیست آخر کانال تلگرام، فقط خبر و ایناست. و بگم که آقا پارت قبلیشو من گذاشتم، اگه پارت قبلیش ندید پارت قبلیشو ببینید، این ادامه پارت قبلیه. خب آقا بریم برای شروع ویدیو. ولی خدا وکیلی لاک و ساب کن، خدا وکیل آقا لاک و ساب کن. میرم مثلا لاک و ساب نمیکنم. خب شروع میشه، نزدیک به آخریه باشه دیگه. بچه یه چیزی دیگه بگم، این که آقا این ویدیو قدیمی هستش. منظورم که ویدیو قدیمی هستش، منظورم اینه که مثلا این ویدیو خیلی زودتر گرفته شده. یعنی اینکه مثلا قبل از که اینترنت قطع بشه، اعتراض بشه، این ویدیو رو ما زودتر گرفته بودیم. این ویدیو رو برای همین ویدیو قدیمیه، تازه الان ما فیلم نگرفتیم، زودتر فیلم گرفتیم. اینو دیگه بدونید دیگه. آره خوچی خوخرش سخته. گفتی تخم مرغای طلا رو ما فروختیم. حاجی وایسو ببینم، تازه مغزم روشن شده. بچه تخم مرغای طلایی بود، یکیش ما به قول خودمون گم کردیم، یکیش هم گرفتیم فروختیم. آره فروختیم فکر کنم. آره فروختیم. اون یکی هم که تو ویلیج بود. بچه یه چیز که بگم، خیلی هاتون شاید بگی که آقا بازی تکراریه، حالا به غیر از بازی جیتی و اینا بریم. آقا دلیلی که من اینجوری نمی کنم چون بازی قرقاتی میشه و اینا، و خب بازی بازی چی ببخشید لازم اینکه بگم که آقا یک قسمتش مثلا یادمون میره. بعد دوم چون تو یوتیوب قرقاتی میشه و لیستم نمیدونم نیستش، به خاطر همینه که من نمیذارم، وگرنه اوکی بود. خب آقا توی یک از این نامه ها، آخرین نامه این، خب این گفته چی؟ یه چیزی گفته. خب گفته کسی که به من کمک کند تا جواهر دزدی شده توسط یک کلاغ دزد را پس بگیرد، شرط میبندم که میتوانم آن را در لانه ها موجود پسند پیدا کرده. این میراث خانواده ماست و نمیتوانم باز فروش یه زمرد خراشیده. زمرد خراشیده چجوریه؟ حالا هرچی ادامه میدهیم. خب آقا اول بریم پیش ماشین. سلام علیکم. آقا هیچی اصلا نداریم به خدا. آقا این یه زمرد میخواد، دو تا زمرد میخواد. اینا همین فقط موندم. اینو چی کنیم؟ والا یه ایده دارم. آقا اینو دیدی؟ خب میگم 3 تاشو زمرد بذاریم، 2 تاش هم زرد بزنیم چون گرونتر میشه. پس یه کاری تو اینو چی کنم؟ ولیش کن این کارو کنیم. اینو خب 3 تا روش بذاریم. خب 2 تا هم روی این. الان 12 و 20. این هم که بعدا قیمتی نمی گرونه. آره گرونه.
گفتیم چند تا زمرد میخوایم. یه لحظه این گرونتره، یه زرد گرونتره، 5. این ارزونتره. 2000 تازه فهمیده این ارزونتره. من اسکل باشه. خب آقا 2 تا از اینا میخوایم. خب 3 عدد زمرد قرمز چقدر میشه در کل؟ یه دونه این که 3 تاش کم میشه. 3 تا خیلی چی کم میشه ها. اینا نمیتونیم بخریم. همینو این 2 تا رو بفروشتم. حالا ولی به فکر ارتقا باشیم آجی. هیچی اصلا نداریم. خب این که هیچ، این که هیچ. اینم مهمه. قدرتش رو بی نهایت کنیم. نه اصلا هیچ ارتقا نداریم. باز کار روردی همه مگر جای دو. اینم که به کلش میدم. چی ندارم به خدا. اصلا چی کردم؟ خب درازشم یک گنج اینجاست. نه پایینه. باده ها اصلا نفتونم اینا منقرض شدن دیگه. بزنم گنج بدیه کو اینجا. از اون طرف یک جک جونور اینجا هست. باید حواسمون باشه کجاست. کجا بود؟ اینجا بود. جان اصلا نرمی. یعنی نارنجک داریم. این نارنجک داریم موجی فروشی درم میخوره. خب اینو مثل همیشه بنداز دور. این گلا خیلی موندم مخصوصا این گل. مثلا جا نداره بزنم یکم تیرباران جمع بکنم اینا. را نه من بذار رو شیر نداره. اون گنجه رو کو منه هاش همه چون شده. یاقوت. خب الان چیزی که به ذهن من میرسه ها این یک شاگو این. خب میتونیم بریم برگردیم این گنجرم بیاریم. آره برگردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم که جونور اینجا نباشه. من خوری بزنمشون.
تو واشی بوم بابنم تو واشی این همه من نایرسیتی دارم خب بنداز این لعنتیو Out of the way. بابا درم میخوره چیزی اینجا نی یک شروره آها اینجا بود که ما رو پر کرد حلم لغمه دعیس کسی خب چینن و شروره خب سید اینجا هم که مثل همیشه توریجه که مثلا معلوم نبود چی گوی میخور این صندلی یک گنجه کجا بود؟ آها اینجا بود چجوریه چی توش تخمق طلا بچه میگن هر دو تا تخم مرغ طلا داشته باشی بزنی به قول خودم به جک جونوره جنگ این همین جک جونوره که کتوله همه یادم باشه مال چی به مال صدله یا خوشتی مرغ گیر نشستیم بعد چی بشه بهش طلا ندارید شما تو روز این چیز خاصیه این چیز خاصی نیست یکم چیز بکشیم اون طرف تخم مرغ اچه تخم مرغ طلا شنیدم میگن اگه چی نداشته باشی تیر نداشته باشی سطریل کشتن سطریل با تیر معمولی خیلی چیه ولی مگه میگن تخم مرغ طلا یه دونه بزنی دونش نصف میشه و نمیدونم موندم تخم مرغ طلا رو بفروشم یا اینکه بزنمش اشتباه کردم باید حواسمون بود تخم مرغ طلا رو بیاریم گیجه بریم ما میریم و میاییم بابا ولم کن دونم پایش سوره تخم حروم نگو هنو هست کجا در خروج اینجا از اینجا در برم کجا داره واقعا گوشت ببینم گفت کلاق گفته آره کلاق دیگه علی مده اوف There's the clock tower. Hang in there, Ashley. یه باس فایته اوچی گفت کلاق کجا نمیدونم چی معمول شوخ موخی آخه کلاق چی آرپیچی هم میخوایم بگیریم ای وای
هیچ رو قوه سید نمیزنه اینجا. این عروسکه. آها نزدیکیم به باس فایت. You are nothing. If not unyielding, Mr. کندی I'm afraid it is. آقا اسم منو مسخره میکنه پیتوله. چی نگو یه قرار عروسکم زنده بشه دهنمو سرویس کنه. آیستا دایوسکم به تو بیا کتله. بابا شما خیلی بد جون کم میکنی خدا وکیلی. خب بینی من دارم با چاقو میزنم، من نمیفهمم. بسه چاقو اصلی من داره به گوز میره. چاقو اصلی تو دست خودیه رو باید تو چک بزنم. آره کش می هرچی تیر و میر و هرچی لشکریه جمع کن فقط بریم اینجا گنجمنجه رو طبقه آخر. آره نزدیک مرحله آخره. اینجا کجا یه سکان که بود باید چی سخت بود خدا بگه. همون حاجی باید بالا. من بالا هستم. اینجا گنجه اینجا در بالایی ها اینا گنجه من وسط باسبال میذاری. دو آتش بگیر دلم خونه شده. به به چیز کباب. به به واقعا سختش کرد. وای دارم آتیش میگیرم. نه خودم چک بهت بزنم. بیا بخورش بیا. خانومی صدا خانوم سرودی. بزا بیا بخورش بیا. ریدم در جاجی ترس زدم. بکشینا میگوی چی اینقدر همه چی دارن بابا. بسه ای وای داداش ما دیگه همچین چیزی ما نشتیم ها. عالی مادر بسه اینجا جایش باید آسانسور بری. کجا یارو تو پک میندازه ها توی؟ بسه آبی او خانم خجالت بکش.
احتمال داره جکی جونور بیاد بالا. داره میاد. بزنم کجا؟ پاک شدم. خدا وکیلی کجا؟ داره میاد. بسو احتمال داره مثل 100% که جک جونور زیاد باشه. هیچی عمل نمی کنیم. اسم جنجا رو میخواد. ای حروم لغمه. بسه یه حروم لغمه تکید اینجاست. و از بارش میکشیدم. خانم تو خجالت بکش. تخم جون. اینجا انگار نگی. تو انگار نگی. دی خیلی سخت رو یه خوبه توی خواب. توی گفته شنگام دوسته جک جونورا. ای بولو هرچی فوز به تو دادم. کجا یاری میدیم؟ نه اینجا باید اشتار کنم. یه مقدارشون بیان پایین یکم جمع کنه. هیچ گیر میرم نره. گنجا رو فهمد. نه گنجا بالای بالا چیزی دایوز. برکلا به مقصد خود رسیدیم. گنجا دیگر خدا. گنجا دیگری هم میخواستم سید. چه یه دستشون دادم هجی بکنم بالای اولا. کجا رو داری میبینیم؟ خوب اون اشلی ورشونه. تابلو دیگه داره بلا. اوجی خدا کنه یه کیفی به اون بده بزرگ شیم. دهن اون سرویسه. خب کجا میخوایم بریم؟ قراره با اینا هم درگیر بشیم.
چیز خاصی دیگه هم نیست. من ریدم توش. چیزی از روی دور حروم لومو رو من بزنم. خوشبختانه اینا خنگ و خوله هم اصلا نیتونم. باید اینا ارتقا هم بدیم توفنگ دوربین دارو. یه موقعی میبینی درد میخور. این گنج منجا کجاه؟ پله ها باید پله کجاست؟ پله ها باید بیاییم پایین. جنگی آنجا کنم باید آروم برم. درسته؟ آره باید اینجا رو آروم بریم. الان به چخ میریم دیگه. آقا از اون طرف که آقا من شنیدم خیلی از یوتیوبرها حالا بقیه افراد هستن که بشین بالا چیه؟ هرچی از خوب نیست. یه سپرو دمش گرم یکم خوشابوچی به اون داده. خب مرچن جان خب اول سیب کنه دهنو به فاک سگ نره. خب ببین آقا بیا اصلا این اینونتوریم. خب گوله های یکی از اینا درست کنیم. خب دیگه چی؟ شما هم یکم چی کنیم؟ خب آقا تیر همش مجبور از اینا استفاده کنیم. اصلا وضعیت مثلا گو همش از اینا میده. خوب سلام علیک. یو خدا پولش هم نداریم. چاقونه یکم ارتقا بدیم. یکم زره اونم یکم چی کنیم. خب این سوسکه چیه؟ این سوسکه رو من نمیدونم چیه. پس این سوسکه چیه؟ خب آقا اینو میفروشیم. سوسکه رو من نمیدونم، فکر کنم یه چیز خیلی باحالی باشه. بگیم از نظر جواهرات چی داریم؟ یه کلید داریم که خب چیز هم باز نکنیم. کلیدی که لویس موزه یکم از این هاست. خب اینم حالا چی کنیم؟ خب یکی از این طرف یکی از این طرف. ایوی گرونتره دیگه، یه چاره‌ای نداریم. یه مقدار پولی شد. درد خورد. سلام داداش. خب نمیدونم اینو فعلا نگم آقا. فعلا یه کاری آقا ما سیو نکردیم. اینو بخریم. ما سیو نکردیم. بخریم اینو چیه. Give us a shout when you want to tune it up. You have a ticket, do ya? Nice. Choose a weapon, stranger. خود خیلی مهمه.
بعد آخه من $100 $100 که نه 1000 سکه باید بدم اولی. این قابلیت شغل موقعی خب ما اینو میفروشیم اینو میفروشیم. Ruby's all rubbish, it makes no difference. The price, well, that's our choice. بفروشیم چی میشه. بعد Thank you. اینو You've got an eye for this, mate. چی کرد الان؟ See how that feels? It doesn't get any better than that. It's a veritable work of سلاحو art. فقط ارتقا داد. چی جالب همش ارتقا داد. ببینم پول Knife needs چیو care داریم؟ every once in a while. Could be پول the difference between خب اینا داریم life and death. خوشبختانه. خب یه کاری کنیم آقا. اینا که فول ارتقاش دادیم به چه خوب. اینم نیاز به کارت داره. کارت داری بدا تموم شد دیگه. کارت تموم شد. There's some things money can't buy. خب Got a selection of good things on sale. Come دوش back ببینیم anytime. از اون طرف یه کاری کنیم. یکی از این سلاحامونو بذاریم داخلش. چی بذاریم نمیدونم واقعا. بسا مرتب شو. آفیشی چقدر اندازشه؟ اینا رو میشه مثلا گذاشت. بسا مگر تفنگ اسنایپر رو بذاریم. چاره ای نداریم. داشته بودیم این طرف یه شرمنده دیگه مگر سیوت بعدی بود. سلام. خب جا هنو ندارم. دارم بابا دارم. خامش دیگه Not my عزیزم. place to say, really, but sometimes the همه pleasure چیه. خب یه آرپیشیه رو من یه جایی بذارم. نه دمش آرپیشی بالا. نوکرتم. اگه من مردم فاتحمو بفرست. این تخماق من طلا دارم. الان خیلی فوله. آقا چرا من کورت ارتقا دادم؟ گفتم کورت خیلی مهمتره. استفادهش هم بیشتر ما استفاده میکنم. And so, I have delivered the girl to you as promised. چرا داره حرام لقمه Forget. چونش الان میذاره حرام لقمه. چرا داره حرام لقمه بسته ما رو میکشی. بردش تو لیون. بزنش لیون بردش. کشتی گوزی میکنی یا با ارپیچی بزنمه. درصد الان گی میخوری باری کلا بیا بخورش بیا. بخواب بله الا زندگی قبلا یادم میاد تبدیل به انگل منگل شغمی‌تر میشد. چطور میخوره؟ افی توفی با توف میزنی؟ ریدم باش من ریدم. بمیر بابا من ریدم. بکش منو. بابا من ریدم که حاجی یاد یه چی افتادم. خدا وکیل یاد یه چی. بازی اورجینالش بود. خب نسخه اورجینال. خب
جایی که کرازه رو میخواستم بزنم با آرپیچی اون موقع نمیدونستم که یه راز مخفی است با چاقو میشه کشتش. خب حالا نمیدونم واقعا کار میکنه. کرازه رو با آرپیچی میزدم بعد یهوی میپرید با آرپیچی جا خالی میداد. اینم جا خالی داد. من نمیفهمم واقعا. سید از اول بیارمش روی. خوب سریع آها چیزی بالا هم برداشتیم یاره بالا رو برداشتیم نه آره بالا برداشتیم خدا باشیم. خب اینو پیش مرچن جون قبلش باید این چی بذارم سلام باباشم. اینو فروختیم اینو فروختیم و یک کارت گرفتیم و گفتیم بیا یک چیز ارتقا بدیم. این بود. آها بچه ها میدونی چجوریه؟ به نگاه به قدرتاش دقت کن. اینو که دقت کنی به قدرتاش. اینو که بخری قدرتش چند برابر بیشتر میشه. آره اینجوریه داستان. روش نوکرتم. ارتقا اینو 100 ارتقا بدیم نه که همینطور. او چوغه هم مهمه خودی. اش ممنونم. فقط قبلش من اینو بزنم رو بالا. مثلا تر زده مثلا حواسم نبود. وایسته بینم یه لحظه وایسته بینم تو یه چیزایی داشتی یه لحظه. الان نگاه درستش میکنم. وایسته یه مقدارم از اینجا چه خرج بوت هم کمه. یه مقدار خشاب هم بگیریم. داشتمت گرد چونش بذاریم حروم لقمه. اینجا شما دیدی میگه چی بود. بسه توخمه رو کلم بذار اول بیفته زمین بهتره. بخوره زمین بخوره زمین. چندش آیان تو از این توپک های یک جای حروم لقمه وایستا. آها بیا چرا تو زدیم بابا گناه خود کجلا چه تخم تخیلی به من میدی خدا جلب خجالت بگش. خب یه 2-3 تا لوت داره جمعش کنیم. زده آبجی داره تخمه به طلا داشتم ها. ببینم چی داری.
باروت 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 ماروت 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 شلنگ 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 تیر بعد همه رو برکن همه رو برکن همه رو برکن وضعیت افتضاح گه یادم بود نسخه اورجینال نسخه اورجینالش آسون‌تر بود راحت جا خالی میدادی Ashley, no time to lose. حاجی رسیدیم به جزیره رسیدیم به جزیره یا خدا این کلاق ما نکشیدیم ها کلاقه رو من نفهمیدم چی کجا بود چی جزیره هم بدجور سخته اوه کرازه آجی من سوالم اینجاه من یه دختر رئیس جمهور نی پس چرا نه بودی گردی آخه ما تک و تنها رو گذاشته رفتیم والا تو فیلم های دیگه هم که با اینکه منطقه مینی بودیگارد و 100 تا بودیگارد و مودیگارد و سلام سید جون ماچ بر کلت نگو اینجا هم هرنه برسه خود مرشندو کو شرور مرشند کارت دارم تو بنگ هم بخوام یه اسنایپر بهت دادم اوی Perfect. Won't have to swim after all. بارکلا یه قایق مفت اینجا هست چی یادم باشه ایجا همینجا بود آره دیگه باشیم کلی دانی Ah, damn it. داشت به پیش پیشی درست ایجا باشه کلی دست توه بدیش به من بدیش نکو پای میخوایم بری ای کلک چیزی که الان من میخوام بیارم اینه تا 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 رفتیم قلعه آجی رفتیم قلعه دهنمون سرویس داشت آجی قلعه هم بجور سخته قلعه نه حواسم نی جزیره سخته جزیره سختره توفنگ دارن آرپیچی دارن شوکر دارن پیشرفته هم هستن خب قایق سواری میکنیم قایقی چی نگاه نگاه نمی کنه You look like you've got something to say. I have something to ask you. But I don't think I'll get a straight answer. Raccoon City. راکون سیتی You know, after the incident, همه چیشون the world changed. You try to save one person, 100 others die. I guess I changed too. You? Leon S. Kennedy. اس کندی You just think you have. یا حضرت عباس So here's my question. Have you changed, Ada? Or are you just trying to use me again? خوشی موندم توی شرایط سختی و جنگویی توی هیچ چیز نشده نه خراشی نه چیزی خوشگله توفنگش توفنگ یه چیزی هست میره بالا See you later.
کجا رفتی تو بابا؟ Story of my life. اوجی خودو جزیره دیگه چقدر چی شده؟ یه کونمون دیگه اینقدر پاره است. فصل 13. گنج اینجا هست دیگه. نه بابا نقشه نداریم والا. والا اوچی نگو الان میخواین درگیر بشین. بله عالی ماداد Ashley. شل گرفته. میگه چیه؟ Look at all these busy bees. آها Better با watch اینا my step خونسا if I don't want to میشه. get stung. عالی Spotlights. Let's ماداد. avoid those. حوجی خیلی دیگه واقعا ترسناک درش کردن. جونم I've got some new جونم items in مرچن stock. جون Come take جون. خب مرچن جان بگو ببینم چی داری. Welcome. Got some rare things on sale. عالی مداد تو تفنگای جدید آورده. این که درد نمیخورم خوبه. اینم خیلی خوبه. کیف آورده بعد از سالهای سال که پیر شدیم. چه یه چوسه ما رو دیگه نکنه ها خدای چیزی. چی داری چی نداری سید. نقشه گنج خیلی مهمه. What's اینا that? How have we procured these curiosities? گرونش کردی. You don't want to know. خب آقا نقشه داریم. نقشه گنج خیلی مهمه. نقشه گنجم اینا هم میتونیم بفروشیم. درد نمیخور بفروشیم اینا رو. خب آقا اینا چقدر وقت گذاشت نگید تموم دیگه. اینا من Cash in your خب pocket or your life. خب Easy choice, mate. خب بچه اینم از پارت چند بود؟ پارت 14 بود. پارت 14 بود درسته؟ آره 14 بود. بچه اینم از پارت 14. بچه ممنون که ویدیو دیدید. بگم که آقا اگه میکروفون یکم بده ببخشید من با هندزفری فیلم میگم و بگم که آقا اگه دیر ویدیو میزنم به خاطر اینکه حالا این وایفام یکم مشکل ساز شده و اینا یکم خرابی داره. و بگم که آقا کانال تلگرام داره. لینک کانال تلگرام رو من میذارم. اونم دنبال کنید. دمتونم یه بیشتر خبر میذارم. و بگم بچه خدایی واقعا خدایی بچه Not seen دونیم anything you like, stranger. خدایی لاک و ساب کنید. حالا ویدیو بفرست واسه دوستاتون و اینا رو ببینن و اینا. خدایی بچه من دارم ویدیو میزنم. الان بابام هم گیر داده میگه خیلی نت برده اینا واسه یه ویدیو اینا. الان بهش نگفتم. حالا من دارم یوتیوب پیشرفت میکنم اینا. الان بهش نگفتم. و بگم بچه خدایی لاک و ساب کنید. خدایی ممنونم که ویدیو دیدید. تو ویدیو بعدی خدا نگهدار. خدای لاک و ساب کن. دمتون گرم. خداحافظ. چیزی که میخواستم بگم که این چیزایی که گفتم و فیلمایی هم که گفتم بهتون که این فیلم که ما گرفتیم قبل از اینکه اعتراض و اینا یا اتفاقی بیفته گرفته شده. پس پارتای بعدی و به غیر از مثلا پارت 15 هم که زودتر که فقط 16 است که جدیده و ایناست. آره دیگه خداحافظ.